سلام به همه مامان باباهای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بهتون خوش آمد میگم که به اولین جلسه از دوره فرزند پروری مبتنی بر طرحواره اومدید. میدونم پدر یا مادر بودن گاهی واقعا مثل راه رفتن روی طناب میمونه. از یه طرف میخوای شادی و امنیت بچت رو بسازی، از طرف دیگه خودت از خستگی خم شدی. روزمرگی‌ها، نگرانی‌ها و فشارهای زندگی مدرن انرژی رو از ما میگیره و گاهی باعث میشه ناخودآگاه یه واکنش‌هایی نشون بدیم که بعداً پشیمون بشیم. گاهی با خودت میگی نکنه دارم اشتباه تربیتش میکنم، یا چرا همیشه با بچم سر یه موضوع تکراری دعوام میشه؟ این احساس تردیدتون کاملاً طبیعیه. اما حقیقت اینه، هیچ والدی ذاتاً بد نیست، فقط گاهی نمیدونه ذهن کودک چطور داره دنیا رو تفسیر میکنه و چه برداشتهایی از رفتارهای ما داره توی ذهن کودک شکل میگیره. این دوره برای همینه، برای آگاه شدن از ابزارهایی که ناخواسته در دستمون داریم. تصور کنید ذهن کودک مثل یه باغچه است که خاکش بسیار نرم و آماده پذیرش هر بذریه. هر رفتار ما، هر نگاه، هر کلمه و حتی سکوت ما بذریه که توی اون خاک میکاریم. این بذرها ریشه میدوونن و در نهایت تبدیل به درختهای بزرگسال زندگی فرزندمون میشن. ما با لبخندهای محبت آمیز، در آغوش گرفتنهای به موقع و پاسخ دادن به نیازهای اولیه کودک بذر امنیت و پذیرش رو می‌کاریم. و با بی‌توجهی، طرد شدنهای کوچیک یا واکنشهای شدید به شکستها بذر ترس و اضطراب رو میتونیم برای بچه‌ها توی ذهنشون بکاریم. کودک از همین رفتارهای ساده و تکراری ما ناخودآگاه قانونهای زندگیش رو مینویسه. این قانونها در مورد خودش، دیگران و جهان اطرافشه. اگر بارها هنگام خطا، ناامیدی یا گریه با آرامش درکش کنیم و کنارش باشیم، ذهنش یاد میگیره که من ارزشمندم حتی وقتی اشتباه میکنم یا وقتی که آسیب پذیرم. اگر فقط زمانی که موفق بوده تاییدش کنیم یا لبخند بزنیم، ذهنش این قانون رو مینویسه که باید همیشه کامل باشم تا دوست داشتنی باشم و اگر شکست بخورم طرد میشم. این قوانین اولیه پایه‌های شخصیتی آینده کودکمون رو میسازن و ما در این جلسه میخوایم با این فرایند آشنا بشیم. در روانشناسی طرحواره درمانی به این باورها و قوانین درونی که از دوران کودکی شکل میگیرن طرحواره میگیم. طرحواره‌ها لنزهایی هستن که ما از طریق اونها دنیا رو میبینیم. بعضی از این قانونها سازگارن، یعنی به کودک کمک میکنن که نیازهای بنیادینش رو برآورده کنه و رشد طبیعی داشته باشه و احساس امنیت کنه. بعضی از طرحواره‌ها به مرور ناسازگار میشن چون از ترس، کمبود یا تجربه دردناکی شکل گرفتن و در بزرگسالی میتونن مانع فرد از رسیدن به اهدافش باشن. یه مثال برای طرحواره سازگار بزنم. وقتی کودک در اثر زمین خوردن داره گریه میکنه و والدش میگه میفهمم که درد داری و ترسیدی، من پیشتم تا آروم بشی. قانون ذهنی کودک این میشه که احساساتم امن هستن، میتونم ناراحت باشم و دیگران کمکم میکنن. و یه مثال هم میزنم برای طرحواره ناسازگار. وقتی کودک از ترس یا شکست احساساتش رو بروز میده و والد میشنوه و بهش میگه بس کن، چرا اینقدر ضعیفی؟ یا اینکه بهش میگه چرا تو اینقدر لوسی؟ قانون ذهنی کودک چی میشه؟
اینکه احساساتم خطرناکن و اگر اونها رو نشون بدم طرد میشم، پس باید احساساتم رو پنهون کنم. همین قانون‌های کوچیک تبدیل به نقشه‌هایی میشن که تعیین میکنن کودکمون در بزرگسالی چطور دوست انتخاب بکنه، چطور تصمیم بگیره و چطور با استرس‌های شغلیش کنار بیاد یا چطور خودش رو قضاوت کنه. طرحواره‌های سازگار به کودک اجازه میدن تا انعطاف پذیر باشه و خودش، دیگران و دنیا رو با واقع بینی ببینه. این طرحواره‌ها بهش میگن من دوست داشتنیم، صرف نظر از عمل کردم. اشتباه یعنی فرصت یادگیری، نه فاجعه. در مقابل طرحواره‌های ناسازگار از ترس تغذیه میکنن. من همیشه باید عالی باشم، در غیر این صورت هیچ کس دوستم نداره. یا احساساتم مزاحم و نشونه ضعف هستن و نباید بیان بشن. اینها نه بیماری هن، نه مشکل اخلاقی، فقط برداشت هایی که کودکمون برای دوام آوردن توی محیطش و برای بقای روانی خودش ساخته. خبر خوب این که ما به عنوان والدین آگاه میتونیم با تغییر شیوه پاسخدهیمون کمک بکنیم به بچه هامون که این قانونهای ذهنی به سمت سازگاری تغییر مسیر بدن. طرحواره‌ها از رویدادهای دراماتیک بزرگ شکل نمیگیرن، بلکه از تکرار واکنش‌های ساده روزمره‌مون میان. مثلا وقتی کودک یه اسباب بازی جدید رو خراب میکنه و ما با عصبانیت میگیم باز خرابش کردی؟ تو همیشه بی‌دقت و دست و پا چلفتی. قانون ذهنی کودک این میشه که من ذاتاً خرابکارم. این بخشی از وجود منه و طرحواره نقص و شرم برای این کودک ایجاد میشه. یا اینکه نه، برعکس، وقتی کودکمون همون اسباب بازی رو خراب میکنه و ما با آرامش میگیم اوه خراب شد، اشکالی نداره، بیا ببینیم چطوری میتونیم تعمیرش کنیم، یا بیا از این تجربه درس بگیریم. قانون ذهنی کودک این میشه که من میتونم اشتباه کنم و یاد بگیرم، اشتباهاتم قابل جبرانن و طرحواره تاب‌آوری برای کودکمون شکل میگیره. همین تفاوت‌های کوچیک در لحن، کلمات و واکنش هامون مسیری رو که طرحواره‌های ذهنی طی می‌کنن رو از مسیر ناسازگار به سمت مسیر سازگار میتونه تغییر بده. این فرایند نیازمند فراشناخت والده. یعنی چی؟ یعنی آگاهی از این که واکنش من والد توی ذهن فرزندم چطور کدگذاری میشه. مثلا اگر مادری وقتی که کودکش اشتباه میکنه احساس عصبانیت میکنه، با فراشناخت متوجه میشه که این عصبانیت از یک باور درونی اومده. این باور که توی ذهن والد هست که اشتباه یعنی شکست. و در واقع عصبانیت والد از خود رفتار کودک نیست. پس فراشناخت والد یعنی والدی که خودش رو موقع تربیت مشاهده میکنه و فقط عمل نمیکنه. مامان باباهای عزیز، باید این نکته رو به یاد داشته باشیم که هیچ کس در فرزند پروری کامل نیست. والد بودن یعنی اشتباهاتمون رو دیدن و همزمان اقدام به جبران و ساختن کردن. مهم اینه که لحظاتی رو که ذهن کودکمون در حال رمزگذاری و ساختن معناست شناسایی کنیم. وقتی کودکمون عصبانی، مضطرب یا غمگینه، اون در حال نوشتن قوانین بقای خودشه. به جای عجله برای سرکوب یا اصلاح سریع احساسات کودک که گریه نکن یا ساکت شو، کمی مکث کنیم، با حضور کامل، همدلی و درک پاسخ بدیم.
با این کار کودکمون از ما یاد میگیره که احساساتش بخش طبیعی، سالم و قابل مدیریت از وجودشه، نه چیزی خطرناک که باید مدفونش بکنه. همینجا میخوام بهتون یه فرمول ساده رو بگم برای اینکه قانون ذهنی کودکتون به صورت سازگار شکل بگیره. مشاهده احساس به اضافه تایید اعتبار احساس به اضافه حمایت مساوی است با قانون ذهنی سازگار. مشاهده احساس یعنی چی؟ یعنی من والد بدون قضاوت فقط احساس کودک رو ببینم. مثلا میبینم که ناراحتی چون اسباب بازیت شکسته. توی این مرحله کودک حس میکنه احساسش دیده شده. تایید اعتبار احساس که این اتفاق میفته، یعنی به کودکت میگی حق داری ناراحت باشی چون برات مهم بود. این جمله به ذهن کودک این پیام رو میده که احساسم اشتباه نیست، وجودش طبیعیه. و برای قسمت حمایت، یعنی من والد بعد از دیدن و تایید کنار کودکم بمونم و کمک کنم تا راه مواجهه رو پیدا کنه. مثلا بهش میگیم میفهمم ناراحت شدی، بیا با هم درستش کنیم یا یه راهی براش پیدا کنیم. وقتی این 3 مرحله کنار هم قرار میگیرن، در ذهن کودکمون یک قانون درونی سازگار ساخته میشه. اینکه احساساتم معنا دارن، دیده میشن و میشه به کمک دیگران از اونها عبور بکنم. این قانون ذهنی بعدها برای فرزندمون پایه تنظیم هیجاناتش و باعث احساس امنیت و اعتماد به رابطش در نوجوانی و بزرگسالی میشه. پس صحبت کلیدی اینه که هر بار که احساس کودکمون رو میبینیم، تاییدش میکنیم و کنارش میمونیم، داریم در ذهن اون یه قانون میسازیم. اینکه جهان من امنه و من با احساساتم پذیرفته میشم. خب تا اینجای ویدئو اگر که مطالب براتون مفید بود، ممنون میشم که ویدئو رو لایک بکنین، چون لایک شما باعث میشه که این ویدئو به افراد بیشتری نشون داده بشه و اونها هم بتونن از این مطالب برای ایجاد زندگی بهتر برای فرزندشون استفاده بکنن. ممنونم از عزیزانی که در این راه سهیم هستن و با لایکشون به دیده شدن این ویدئو کمک میکنن. خب عزیزان، پس ذهن کودک ما هر روز در هر تعامل داره شکل میگیره. این شکلگیری از طریق دستورات خشک والدین نیست، بلکه از میون رفتارها، نگاهها و پاسخهای ما که اتفاق میفته. ما امروز متوجه شدیم که دنیای درون کودک چطوری بر اساس تفسیر رفتارهای ما برای خودش قانون نویسی میکنه یا طرحواره میسازه. در جلسه بعدی قرار عمیق‌تر بشیم و ببینیم این قانونها از کجا تغذیه میشن. در جلسه بعدی در مورد 5 نیاز هیجانی اصلی کودک صحبت می‌کنیم، مثل نیاز به حمایت و ثبات، نیاز به اکتشاف، نیاز به بیان خودش بدون ترس از سرزنش، نیاز به کنترل بر خودش و پذیرش محدودیت‌های دیگران، نیاز به شنیده شدنش اونطور که واقعاً هست. این نیازها مثل نور و آب برای خاک ذهن کودکن. اگر این نیازها به درستی توسط ما برآورده بشن، طرحواره‌های سازگار رشد میکنن و شانس ما برای تربیت فرزندی با سلامت روان عمیق‌تر بیشتر میشه. تا جلسه بعدی از خودت بپرس امروز در 3 موقعیت مختلف وقتی فرزندم دچار چالش شد، با گفتار و نگاهت داشتی چه قانونی در ذهن کوچولوی روبروت می نوشتی؟
اگر میخواین در جلسه بعدی هم همراهمون باشین، حتما همین الان کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو روشن کنین که به محض گذاشتن ویدئوی بعدی بتونید مطلع بشید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدارتون.